Украина дар ҷанг бо Русия пешрафт дорад ва умедвор аст ки нерӯи таҷовузгари Русияро аз тамоми қаламравҳои ин кишвар берун хоҳад кард. Як таҳқиқоти бахшҳои тоҷикӣ ва қирғизии радиои Аврупои озод радиои озодӣ маълум кардааст ки Русия садҳо низомиашро аз Тоҷикистон ва Қирғизистон ба ҷанги Украина бурдааст. Русия дар ин ду кишвари Осиёи марказӣ пойгоҳи низомӣ дорад. Ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ бо натиҷаи таҳқиқот шинос шуд ва ҳоло дар студия бо мо аст. Салом Муъмин. آماری دقیقی هست که روسیه چقدر سرباز و افسرش را از تاجیکستان و قرقیزستان به جنگ ضد اوکراین برده است و سفربری آنها از کی آغاز شد؟ سلام بینندگان عزیز. بله، دو تحقیق جداگانه بخش تاجیکی و قرقیزی معلوم کرده است که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین سفربری نظامیان روس از این دو کشور آغاز شده است. خبرنگاران رادیو آزادی با کارمندان پایگاه و افراد نزدیک با آنها صحبت کردند. طبق گفته آنها از تاجیکستان تقریبا از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. روسیه در شهر باختر ولایت ختلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور پایگاه دارد. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7 هزار گفته میشد. مسئولان پایگاه نظامی روسیه این را شرح ندادند. در قرقیزستان هم به نوشته همکاران ما عین چنین چیز مشاهده شده است. در پایگاه هوایی روسیه در کنت ساکنان پیش از آغاز جنگ از 300 تا 500 نظامی را مشاهده کردند که در خیمه ها میزیستند. حالا خیمه های آنها کنده شده است و همصحبتان بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند که آنها به جنگ به روسیه رفتند. اکثر نظامیان روسیگی که در قرقیزستان بودند ساکنان جمهوری توبای روسیه می باشند. بخش قرقیزی رادیو آزادی اسمی چند نفر آنها را نیز پیدا کرده است که در جنگ با اوکراین کشته شدند. مؤمن، نظامیان روس پیوسته در تاجیکستان مشق‌های مشترک انجام می‌دهند. آیا پس از جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان چنین مشق‌ها انجام شده‌اند؟ خیرامان، پایگاه روسیه که تا سال 2042 حضورش در تاجیکستان تمدید شده است، دلیل بودنش در این کشور را تامین امنیت منطقه می‌داند. با آغاز جنگ در اوکراین که اینک نیم سال می‌گذرد، با شرکت نیروهای روسیه در تاجیکستان تا حال یگان مشق مشترک نظامی انجام نیافته است. این در حالی است که سال 2021 روسیه و همپیمان‌هایش از سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان یک سلسله مشق‌های نظامی برپا کرده بودند. مقامات رسمی تاجیکستان در مورد برگزاری تمرین‌های نظامی در ماه‌های نزدیک شرح نمی‌دهند، ولی یک نماینده پایگاه 201 روسیه در دوشنبه گفت ماه اکتبر در تاجیکستان با شرکت نیروهای این کشور تمرین‌های نظامی برگزار خواهد شد، ولی حالا معلوم نیست که آن انجام می شود یا نه. اگر چنین مشق‌های نظامی برگزار شوند، این نخستین تمرین‌های نیروهای روسیه در تاجیکستان پس از آغاز حمله به خاک اوکراین است. در تحقیقات رادیو آزادی خیرامان در این باره به تفصیل گفته شده است و من از بینندگان دعوت میکنم که متن پوره تحقیقات را در سامانه رادیو آزادی بخوانند. تشکر مؤمن. بینندگان ارجمند، تحقیقات بخش‌های تاجیکی و قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره شرکت سربازان پایگاه‌های خارجی روسیه در جنگ‌های اوکراین را در شکل مفصل در سامانه رادیوی آزادی بخوانید.